ناظمی با دست خالی و با کمترین امکانات رویای کودکیش رو به حقیقت تبدیل کرده. با دستگاه‌ها و ابزارهای دستسازش بوگاتی‌هایی می‌سازه که با نمونه واقعی مو نمی‌زنن. اما بریم ببینیم این نابغه خودروسازی چطوری این کارو میکنه. جمشید ناظمی تنها سازنده بوگاتی در ایرانه که با کمترین امکانات خودروهای دستساز درست میکنه. جمشید ناظمی ملقب به مرد بوگاتی ایران نابغه‌ایه که در کارگاهی کوچیک خودروهای بزرگ و باور نکردنی میسازه. خودروهایی با ابعاد واقعی و البته بوگاتی دستساز ایرانی هم یکی از اوناست. ناظمی از بوگاتی طلایی رنگش صحبت میکنه که 2 ساله به دلیل مشکلات مالی نیمه کاره مونده. برف واکن‌های این بوگاتی با دست کار میکنن. از نقشش برای کار گذاشتن موتور 12 سیلندر برای این بوگاتی میگه و اینکه وسعش نمیرسه وگرنه حتما از موتور 16 سیلندر استفاده میکرد. اون میگه که بنز و BMW موتور 12 سیلندر دارن و دوست آقای ناظمی قراره یک جگوار پیدا کنه که از موتور اون استفاده کنه. جگوار کروک 12 سیلندر که البته خیلی هم گرونه. جالبه بدونید تمامی قطعات این بوگاتی دستساز ایرانی با دست ساخته شده و همه ماشین از ورقای فولاد تشکیل شده و حتی قالپاق‌های ماشین هم با دست انجام شده. فرمون بوگاتی دستساز ایرانی با استیل و چوب طراحی شده. از این مدل بوگاتی دستساز کلا 6 مدل از اون ساخته شده و در موزه فرانسه نگهداری میشن و این مدل 20 میلیون دلار قیمت داره که به پول ما چیزی حدود 600 میلیارد تومان میشه. مرد بوگاتی ایران گلایه میکنه که هیچ کس از ایشون حمایت نکرد که 2-3 میلیارد خرج این خودرو کنیم و همچنین میگه که در خارج از کشور 4 تا ابزار و کارگاه دارن و 100 سال از ما در صنعت خودروسازی جلوتر هستن، در حالی که من به تنهایی با چند ابزار ساده کار رو شروع کردم. ورق‌هایی که تو ساخت این ماشین به کار برده شدن 0.9 میلیمتر هستن و دقیقاً با ورق‌های ماشین‌های آمریکایی یکسانه. ناظمی مدعیه که اونا ماشین رو با فیبر کربن و فایبرگلاس میسازن، اما کاری که من میکنم یه کار قدیمی هست. اونا تو کارخونه ها با اون پرسنل و قالب و دستگاه ها خودرو رو میسازن که هزارها میلیارد هزینه داره. اون در ادامه به بوگاتی 2020 لاواچو اشاره میکنه که از هزاران قطعه ساخته شده و 6 اگزوز داره و الان یک موتور کاپریس 5700 سی سی داره. این مدل جدید از بوگاتی دستساز ایرانی ارزی حدود 2 متر و 22 سانتی متر داره و مدل اصلیش 2 متر و 34 سانتی متره. یعنی بوگاتی ایرانی 12 سانتی متر از مدل اصلیش کوچیک‌تره. آقای ناظمی از خاطرات بچگی تعریف میکنه و میگه که وقتی بچه بودم اسباب بازی ها رو با هم ترکیب میکردم تا مخلوقی جدید بسازم. حالا دست به ساخت ماشینای لوکس و کلاسیک زدم، اون هم در ابعاد واقعی که با نمونه اصلی اونا مو نمیزنه. ساخت ماشینای لوکس و کلاسیک در یک کارگاه کوچیک با کمترین امکانات کاری تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. کاری که یک کارخانه عریض و طویل میخواد با کلی دستگاه و نیروی کار زبده انجام بده. عجیبتر اینجاست که بجز ابزارهای برقی مثل دریل، دستگاه هوا و غیره، دیگه دستگاه‌های اصلی ساخت بدنه خودرو رو هم با دستاش ساخته. ایشون میگن که 16 گلگیر 2 متر و 70 سانتی متری برای بوگاتی رویال ساختم. 14 گلگیر اول رو دور انداختم تا بهترین گلگیر با بهترین انحنا روی بوگاتی رویال من نصب شد. خارج از ویژگی منحصر به فرد، ناظمی میگه که خستگی ناپذیره. اگر تو کاری شکست بخوره کوتاه نمیاد. هر روز صبح از ساعت 9 تا 6 بعد از ظهر برای عشقش تلاش میکنه. بارها در ساخت یک قطعه ناموفق بوده، اما با تلاش بیشتر به نتیجه دلخواه رسیده.